دوستان عزیز، در نتیجه ای که دانه های زردالو ما رو با خورد ما چیکار کردیم؟ ما همون بالا زردالو زار داریم، دیدید؟ همونجا زردالو زار است. همین تگشته باور کنید و رو نخورد، از خود برو بسیار برآمده است. این چون در باغ های همسایه کدام زردالو رو داره، زیر زردالو است، زردالو بسیاری برآمده است. ما همین زردالو رو کنده آورده همینجا شینوده ایستاده منه. من اونجا زردالوی خود ما کوریدگی کشکدگی رو از دست رو با خلاص خورده برآمده است. یک تا اینجا همه کمتر منه بینید. این طرف 15-20 دانه و مو باغ زیر زردالو رفته. زردالوها رو با خاکش پخسه کنده آوردیم و همه قطار شناندیم. بینید تا آنکه ما در بالای این زردالوها زردالوهای بهترین پیوند کرده. و شما تید امسال خداخواست زردالوی میرسنجلی پیوند میکنم که بهترین زردالوی جهان است. زردالوی بابوگی خودمان است. میوهش در بالاش خوش میشود. لارنا پیوند میکنیم، ربده پیوند میکنیم و خدا خواهد سال 2028 بعد به فروش میبراید. 3 سال این مهنت دارد. انا هم دیران عزیز، انا خیلی ما جنگنده شدیم تا اینکه بازار رو با نیالهای بهترین تامین نماییم. اینجا نیز شفتالو برآمدگی نبود، 50% رو با خوردگی بود. بعد از آن که چابک کردیم آمدیم حیران شدیم. یک قطار رو بینید چقدر خوب برآمده است شفتالو. این هم پیوند می شود از شفتالوهای بهترین جهان. نیالهای بهترین رو کدام میخواهد اگر با من مخصوص فلان شفتالو رو با من پیوند کن، فلان زردالو رو با من پیوند کن، برای باغ 2 سال پس من میگیرم باغ میکنم گوید مرامت با من مصلحت کند. ما حتما خواهش آن کس رو اجرا میکنیم، شرطنامه میکنیم، خواهششون رو اجرا میکنیم. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان هر یک شما باشد. با کسی معقول شدگی باشد یک لایک ماند، یک حرف خوب بنویسید.